اینجا هم نسبت به جاهای دیگه خیلی بهتره. حالا من تو چند روز کلا جایی رفتم که کلا پایین شهر بود. کم کم احساس خطر میکنیم بچه‌ها، بریم که دوباره یه سکیوریتی دیگه نیاد به ما گیر بده بگه. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل ایران تراول. امروز اومدیم ربات کردیم که مطمئنا همتون میشناسید چون نزدیک فرودگاه بین‌المللی امام خمینیه و اینکه یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران حساب میشه که فکر کنم من شنیدم زمان قاجار این شهرم بوده. پس منتظرتون نمیذارم بچه‌ها، بریم ببینیم چه خبر تو بازار. Let's go. خدا بچه قیمت ها اینجا هم نسبت به جاهای دیگه خیلی بهتره. حالا من تو چند روز کلا جایی رفتم که کلا پایین شهر بوده و قیمتاش خوب بود. حالا روزهای بعد بالا شهر هم میریم. بیا مثلا این پیرن چرت و پرت 290 تومن. حالا من یاد میزنم وای صاحبش هم دید که من گفتن چرت و پرت، خودم رو زدم به کوچه حسن چپ و اینکه بله آره من بریم ببینیم چه خبر. برو سلمینم مثلا جای شلو نمیشه رد شد. تصویرم لامصب خیلی بد میاد وقتی شلوغ میشه. بچه ربات کردیم بیشتر به جاهای یه دونه خیابون ولی عصرش معروفه، یکیش خیابون ملکی و اون یکیش هم مصلا اگه اشتباه نکنم مصلا آره. و خیلی هم آدمای با کلاس و خوشیپ و خوشگل، هر دوشون پسر و دختر. حالا اینجا رو نبینید ها، بذار من جلو بزنم. نزدیکتر رفتیم خیابون ملکی. حالا ولیعصر هم بهتون نشون میدم. حالا این اون ولیعصری نیست که فکر میکنید چهارراه ولیعصر تهران، این خیابونش ولیعصر، پاساژش هم به اسم ولیعصر. بازار خیلی کوچیکی داره و مردم همیشه هم شلوغ لامصب. من یه بار نشده بیام اینجا کلا خلوت کلا بازار شلوغه. 65 دیگه قیمتاش خوبه.
این خیابون ولی عصرش اگه اشتباه نکنم. کلا پیتزاش آره تک نفر پیتزا 50 دو نفره 90 تومن. جای دیگه باشی این قیمت ها رو فکر نکنم بتونی بگیری. بله قیمت های اینجا هم زده 85 145 خانوادی 145 خیلی خوبه. ولی اینم بگم بچه ها خانوادی 145 میگن زیاد بزرگ نیست، یعنی شاید متوسط باشه، متوسط یه ذره بزرگتر زیادم نه، ولی فکر کنید دیگه پیتزای معمولش دیگه خیلی خیلی کوچیکه. بله پاساژ ولی عصر. بله اینجا بچه پاساژ ولی عصر که میگوین همینجاست. پاساژ زیاد گنده نیست ولی خوب. بچه مجبورم اینجا قطع کنم یه ذره نورش رو درست کنم. خب بچه بریم ادامه ویدیو پاساژ ولی عصر. ولی به خاطر کیفیت ویدیو که نورش زیاد شده بود مجبور شدم قطع کنم دوباره بیام داخل و این که بریم ادامه پاساژ رو ببینیم. پاساژش امروز نمیدونم چرا خلوته. به نظرت آدم این شابی پیدا میشه بچه ها؟ شاید هم پیدا شه، حالا نمیدونیم، یعنی هست این لباس هم که فکر کنیم. آره پلنگای خوب و نازنین. بچه پاساژ زیاد بزرگ نیست، دو طبقه است ولی زیاد بزرگ نیست، ولی جنسای چیزای خوبی داره نسبتاً یه جای دیگه. طبقه دومش هم که اون بالاست حتما میره.
حالا چجوری بریم بالا باید برگردیم بچه ها. ببین تا آخری نرسک بالا نشون بدیم ببینم دیدیم شنو اینا فکر و اسباب بازی ها حالش بخیر. از اینا یه دونه داشتم نه ببخشید اجدا میگم ببخشید دایناسور. خب برگردیم بریم طبقه دوم. از اینجا هم میشه رفت بچه، اونجا هم پله برقی داره ولی من ترجیح میدم از اینجا، اونجا یه ذره دوره. بریم بالا ببینیم چه خبره. چقدر تاریک. بچه من یه چیزی بهتون بگم، من کلا خاطره بدی دارم از اینجا. وقتی اینجا میام امکان نداره سکیوریتی هاشون به من گیر ندن، چون اینجا میگه جای مجرد است، متأهلا نمیتونن بیان و این خیلی چیز بدیه. من اولین بار مثلا یه پاساژ میام به من اینجوری به من گفته میشه که میگن آقا نه، همیشه هم اومدم گیر دادم، نمیدونم چرا تنها یه بار رفیقم حالا با چیز نیومدم ولی کلا گیر میدن به من. بذاری بازارش نشون بدم چیه. کیف سکیوریتیش یه چند تا میبینم سکیوریتی پایین کفش، اینم از همینجا ورودیش هم از همینجا. و اینکه آره من خاطره خیلی بدی دارم، بخاطر من چه سریع چیز میکنم که بریم. نه اونجاشونو آره